سرنوشت آقای بوش در برابر بشریته، هنوز کهنه نشده که. او هم از موضع غرور با دنیا حرف میزد، از موضع استکبار حرف میزد. خدا چطور او رو به خاک مذلت نشوند، برای همیشه در زبادلانی دفن شد. شما هم عبرت بگیرید، اصلاح بکنید خودتون رو. ما دلمون میسوزه براتون. ما میخوام شما هم بیاد در زمره صالحان، در زمره انسانهای پاک، در زمره خدمتگزاران. اما بدونید که اگر ادامه بدید، پاسخ ملت ایران پاسخ قاطع است. پاسخ ملت ایران پاسخ شکننده است و پاسخ پشیمان کننده خواهد بود. حالا از این دو سه کشور اروپایی ما خیلی انتظار نداریم، چون اینا بالاخره خیلی محلی از اعراب هم ندارن در دنیا. اما از آقای اوباما تعجبه. او چرا وارد شد؟ او که گفت ما میخوام تغییرات بدیم. او چرا دخالت کرد؟ او چرا اظهار نظر خارج از قاعده، خارج از عرف و خارج از ادب کرد؟ هی میگن ما میخوام با ایران گفتگو کنیم. بسیار خوب، ما اعلام آمادگی کردیم، ولی با این ادبیات؟ البته اشتباه کردن، دستشون رو در برابر ملت ایران باز کرد. مچشون باز شد، در برابر ملت ها باز شد. اجرای عدالت کار سختی است، اما شیرین ترین مأموریت الهی قدم گذاشتن در راه عدالت و ایستادگی در پای عدالت است. وقتی عدالت میاد، نسیم رحمت و شکوفایی در جامعه منتشر می شود، دلها آباد می شود، اندیشه ها آباد می شود.